بروس پنیر تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در بخش جهانی رادیوی آزادی می نویسد در پی چند روز بی‌ترتیبی و در قزاقستان همه علامت‌های مبارزه برای قدرت بین پرزیدنت کنونی قاسم جمعت توقایف و البسی یا پیشوای ملت نورسلطان نظربایف به چشم می‌رسد. اعتراضهای هفته اول سال 2022 که بزرگترین بحران در تاریخ استقلال قزاقستان شد، به عقیده بروس پنیر در پس خود مبارزه برای قدرت بین دایره‌های حاکم در این کشور سرشار از گاز و نفت و دیگر معدنی‌های طبیعی آسیای مرکزی را پنهان کرده است. حالا دیگر اعتراضها به مشکلات اقتصادی و اجتماعی به مد دوم رفته به مد اول رقابت بین مأموریت پرزیدنت توقایف و طرفداران نظربایف می‌براید. بروس پنیر بازداشت کریم مسیموف را رهبر سابق کمیته امنیت ملی و یکی از یاران نزدیک نظربایف را دلیل برجسته در گرفتن آتش جنگ گروه‌های حاکم برای تقسیم قدرت در قزاقستان می‌شمارد. توقایف طوری به نظر می‌رسد دیگر با مقام به نام پرزیدنت اکتفا کردنی نیست و قدرت و صلاحیت واقعی طلب دارد. مسیموف که در گذشته 2 دفعه سروزیر هم بود، در عرصه سیاسی قزاقستان ماهی خورده نیست و اینکه توقایف کوشش دارد تا همه تقصیر ندیدن تروریست‌های در خارج تمرین دیده را که او آنها را عامل اساسی حوادث اخیر می‌شمارد به گردن مسیموف زده، با این شیوه حکومتش را از آدمان نظربایف تازه کند. نظربایف با اینکه سنش به 81 رسیده است، بعد رسما رفتنش از مقام پرزیدنت همچنان اکثر امور اداره کشور را در دست خود حفظ کرده بود. بسیاری ها توقایف را حتی یک خوصه در دست نظربایف می‌شماریدند که از خط برایش کشیده پیشوای ملت بیرون پای نمی‌گذارد و کشور را چون پیشتر نظربایف رهبری کرده ایستاده است. از مقام رئیس شورای امنیت برقرار کردن نظربایف و حبس مسیموف بیانگر آن است که توقایف بر روبوچین در عرصه سیاسی قزاقستان شروع کرده است. حبس مسیموف به عقیده تحلیلگر آمریکایی یگان علامت خوبی برای نظربایف و اولاد او ندارد. اینکه او از آغاز اعتراضها باری هم از خود درک نداده است و اینکه توقایف از گرفتن نام پایتخت که سال 2019 با تشبث خود توقایف به شرف نظربایف از آستانه به نورسلطان تبدیل نامش کرده بودند نمایشکارانه خودداری میکند. بسیاری ها را به این فکر برده است که در قزاقستان علاقه روند از صحنه به حاشیه تنگ کردن نظربایف آغاز یافته است. ظاهرا تا کجا جدی بودن این روند و تا کجا تنگ شدن موقع نظربایف روز 11 ینور وقتی روشن‌تر می شود که توقایف کابینه نوی وزیرانش را معرفی میکند. اگر در این حکومت برای آدمان نظربایف جای یافته نشود، دیگر میتوان اطمینان پوره حاصل کرد که دوران نظربایف در قزاقستان به پایان آمد.